1. ذهن چگونه از میانبرها برای بررسی و تحلیل محیط استفاده می کند؟ 2. کدام را می خرید؟ دارویی با 0.05% احتمال تخریب عضلات یا دارویی که از هر 20,000 نفر 1 نفر دچار تخریب عضله می شود؟ سیستم های ذهنتان را بهتر بشناسید. جالب است بدانید درون ذهن ما 2 شخصیت وجود دارد که دقیقاً مثل فیلم های اکشن در حال درگیری و کشمکش هستند. این 2 شخصیت در واقع 2 سیستم متفاوتند که تعاملات این 2 سیستم بر رفتارها، تصمیمها و عملکرد ما تأثیر می‌گذارد. سیستم اول تحریک کننده خودکار و حسی. سیستم دوم متفکر، خودآگاه و سنجیده. سیستم اول بخشی از مغز ماست که به صورت ناگهانی و مستقیم عمل می‌کند و معمولاً تحت کنترل خودآگاه ما قرار ندارد. وقتی صدایی بسیار بلند و ناگهانی میشنوید چه کار میکنید؟ احتمالاً ناخودآگاه توجهتان به سمت صدا جلب میشود. این همان سیستم اول شماست. سیستم دوم آن بخش از مغز ماست که باعث میشود هنگام بر عهده گرفتن مسئولیت با بررسی شرایط تصمیمات سنجیده تری بگیریم. این سیستم با رفتارهای خودآگاه ما در تعامل است. رفتارهایی از قبیل خودکنترلی، تصمیم گیری و توجه به اهداف مشخص شده.